سلام. دوباره رسیدم. واقعا بدبختم. چرا من باید این مقابل تو بشینم؟ بازی؟ نه واقعا میبازم. خب بازم من میبازم. نه تلاش خودتو بکن. نگاه من اول همینجوری بودم. خب تلاش تو بکن. آفرین. لبخند بزن تلاش. با چه شروع حرفی؟ کنیم. با چه حرفی؟ با دال. با دال. استوب. بذار بنویسم. زین. خب اگه میخوای مثل من شی تو هم باید اینجوری باید نمیخوام مثل تحمل کنی روزا رو. این روزای تخریبی رو تحمل کن. بفهم. اسم. چون من کلاس انگلیسی رفتم. دیوید. اصلا به قیافت نمیخوره کلاس انگلیسی. رفتم. خب دیوید. شما دهان تو بگو داوود. داوود. آره داوود. آدم هم در نیار. داوود. آفرین. منفی 7.5 تقریبا. آفرین. دوست داشتم. شما چی نوشتی؟ منم کلاسای ایشون رو رفتم دیویدم. آقا به شما میخوره کلاس خب کلاس آقا اصلا هیکل نگاه کن شما. اصلا میخوره بهش کلاس زبان بره. تو چی؟ سوس لنگ باریک. ساکت شو. شما بده من مثبت 23. مثبت 23. خب خودم نوشتم ساحل. ساحل با 3 شروع میشه که. ساحل با 3 شروع میشه؟ آره دیگه. خب ساحل رد کنی به کجا میرسی؟ دریا بیه. آفرین. با چی شروع میشه؟ چند بدی به خودت؟ بله. به چند نمیتونی که رو ساحل بپری بری تو باشه. دریا. باید ساحل رد کنی. چند بدی به خودت؟ مثبت 33. زیادم کم هم میدی به خودت. 33 بدم. فامیل. دایی. دایی. دایی فامیله؟ دایی فامیل. برادر زن مادر میشه فامیل؟ نه اون دایی نه. زن پدر نه. دایی. آقای چی دایی فوتبالیسته. اینجوری صحبت میکنی ها؟ منفی 320 بده به خودت. 320 چرا خب الان بهت ثابت میکنم برای چی. افتخار ایران. الان بهت ثابت میکنم برای چی. افتخار ایران اینجوری صحبت کنی. شما چی نوشتی؟ من والا نوشتم جناب آقای دایی. درود به شرفت. آفرین به این هیکل. آفرین به این صورت خوب. هم مخلصم. نگاه یک ذره از سیرت ایشونو داشتی صورتت خوب میشد. یعنی چی؟ ساکت شو. چی داشتی شما؟ عمه فامیل نیستش که. چجور دایی فامیل هست عمه فامیل نیست؟ آقا خب من جناب آقای دایی. حالا بیا. مثبت 35. آفرین. خب غذا؟ دلمه. دلمه؟ آره دیگه. خوبه دیگه دلمه دیگه. زیاد خوشمزه نیست. خب آقا بابا به میل شما نیست. خب به من سکوت اختیار کن. 3. شما چی نوشتی غذا؟ داوود پاشا. داوود پاشا. نگاه میگم داوود پاشا. اسم دیوید تو رو کرد داوود پاشو. خب اصلا نداریم داوود پاشو بریم غذا بخوریم. نگاه داوود پاشو وقت داوود بریم غذا. اصلا داوود مشهدی میگی. خب سکه دیگه باید. من خودم نوشتم دم مترو. دم تو چی داری؟ دم مترو یک غذا خانگی است. یک خانومی هست. انقدر خوب غذا درست میکنه. غذا از خانهش برمی داره میارم همیشه از دانه 35 تومن. کوبیده 35. خب اون گوش نیست اون احساس می‌کنم. اشکال نداره. اصلا تو بگو 100% گوسفندی. سوسیس. هر چی هست ولی 35 تومن خیلی هم غذاش خوبه. دم مترو. خواستی با هم بریم بخوریم. مثبت 83. چند ببندیم؟ آره. شما مثبت 20 بده به خودت آخر این برای رویت دارم میگم. خب اینو میشه منفی 3356. شما چرا من شدم منفی 3200. خب خوبه برای اولاش خوبه. درست. 3580 شما 3580. من خودم چی بگم 10000. کی میتونه این رو حساب کنه؟ یه امتیاز بزرگ. از بالا نگاه میکنی واقعا دوست دارم. درسته. بله. درسته؟ بفهم. بریم. بخش اسفامیل رو من حتما باید داور بذارم. 3000 خورده ایشون امتیاز گرفتم حتما منفی گرفتم. من بذار. من شماره کارت بدم مثبت. شماره کارت بدم. خوب بزنه خوب بدن. صاحب کافه هستم. همش مال منه. همش. اونم مال منه نه. آقا برترین فروشنده دارویی شرکت البرز مهمون این قسمت هستن. و اسم شریفتون تو دیگه حرف بزن. بفهم. بنده سلمانی هستم. نه اسم کوچک من دوست دارم. کریم سلمانی. نه آقا کریم. چقدر دوسته آقا کریم. آقا کریم. آقا کریم. قراره که
از ما چند تا سوال پرسن، هم از شما هم از بنده. بسیار و- تو کمر علکی میگی. چرا؟ سری قبلی علکی گفتی. نه ای. آره احساس کردم علکی میگی. نه همه رو عین واقعیت گفتم. باش. خیلی خوب. چیه الان؟ ای با. هدیه دارم. نه ای چیه؟ هدیه نه. نه پول نیست. پول نیست. سوالای واقعا چالشی هستش که باید عین حقیقت هم بگین. از 1 تا 9 یه عدد رو انتخاب کنیم. 11 خوبه. خوبه به نظرم. عدد جدیدی داریم بین تک رقمی ها. بذار بهش 1 2 3 4 9 تا 3 این میشه 10 11. 11. نه مهمونه باید 11 داشته باشیم. مهمون خیلی ویژه‌ای هم. آره. بچه‌های فامیل عصبانیت کردن. تو مخ باشه مثلا یه چی بزنم بشکونه. دقیقاً. وای. کدومو کتک زدی؟ والا یه بچه برادر خانمم بودش که زدش. یه داره بچه شیطونیه دیگه. خب شما 1 تا 8. 5. 2 میدونم 3 دفعه 4 از همه سخت‌تر مال من بدبخت. من اصلا نمیدونم دوش چیه. نه اگه اونه نه. تا حالا بردنت کلانتری؟ خاطرشو تعریف کن. میدونم بردنت زیادم بردن. بگو راحت باش. اون سریع بگو. خانمت نمیدونه. بگو راحت باش. یه بار رفتم. آقام یه بار بگو. آره. سر چی بود؟ از اون لحظه بگو. از واقعا نمیتونم بگم. نه با بگی اینجا دیگه اونجوری نیست. اینجا اومدی بعد بگی. امنیت بوده. امنیت اخلاقی بوده. خب بدم شما بگو. ببرید. عدد بگو. چند تا سواله؟ زیاده. نه. تا صبح سوال داره. یکی دیگه شما یکی دیگه من. بابا اینم سوال نوشته. 1 تا 7. 2. 11. دوباره برمیگردیم از ولش بریم. اینا دوست داره. چیه؟ پشت کو آقا کریم اینستاگرامتونه بیارین بزنم. اول من فیلتر عکس شکرم خاموشه. نه یه چیز بگم عکس روشن کن. صفحه‌شون رو نگاه کنی. آخه نگاه. ماشاءالله خیلی خوب. آخریش همکار ببینم قبلی من عزیزمونه ببینم. آقای کیا. پست فرستاده. آره من فرستادم. ببین پست چیه. آره آنتن نده آقا. نه به نظرم نیاز نیست اصلا نشون بدی. مناسب نیست. خوبه ممنون. خوبه؟ آره اینو فقط برای من بفرست لازمم میشه. خوب. بریم آخر سوالم من. بعد بفرمه 1. شماره 1. به اینا نپرسیم. برای زندگیت بهتره. من میدونم یکی دیگه بگو. این اصلا به در تو نمیخواد. بگو یکی دیگه بگو. بگو 3. یه 3 از این بگو جون میپرسیدم. گوشی تو بیا. تلگرام تو باز کن. خب 5 تا کانالات و اسمشو بخون. نه من بخونم ها. خب بخنده. میدونه تشیه. ره؟ من ببینم. نوشته دیوار. خب باشه. نه اینو که نمیخونم. یه دقیقه نه اینم میشه. خب نه دیگه. خب این مال فیلمه خوبه. نه دیگه. آقا کریم من از شما معذرت میخوام حقیقتا من چیزایی که دیدم اصلا مناسب نبود. از یک نفر اگر بخواید تشکر کنی اون یک نفر کیه؟ واقعیت اینه که از همسرم که واقعا پشتیبانم بوده، چه تو زمینه کاری چه تو مراحل مختلف زندگی، همیشه بخوام ازش تشکر کنم. و اگر از یک نفر بخواید تشکر کنین که غیر خانواده باشه بله اون کیه؟ از جناب دکتر بدری که زحمت همه بچه‌ها رو کشیدن، تو زمینه کاری پشتیبان همه بودن و پیشرفت البرز واقعا مدیون دکتر بدری هست. همینجا ازشون تشکر میکنم. ممنون از اینکه تشریف آوردین. عزیز دلی. ان که بازم شما رو ببینیم در مراتب بالاتر و ممنون از شما. پیشرفت‌های بسیار روزافزون. و اینکه چیه؟ گوشت خیلی عجیبه. تو به نظر من از خانم تشکر کنی که تحملت میکنه. صبر خیلی زیادی داشت. یعنی تلگرام رو مثلا دیدم به جوش اومدن. ممنونم از همه شما که ما رو نگاه کردین. فعلا با مهمونمون خداحافظی میکنیم. من با شما کار دارم. این بود قسمت دوم کافه البرز که مشاهده کردین. نظر، انتقاد، پیشنهاد،
هر چیزی که دوست داشتین برای ما بنویسین، ما همه رو میخونیم و انشالله که بتونیم بهترین رو تقدیمتون کنیم. تا قسمت بعدی هم صاحب کافه نیومده، فعلا خداحافظ.